به نام خدای مهربان به کانال بافتنی جدید خوش اومدید. جلالی هستم، مربی بافت. آموزش تاج قلاب بافی رو داریم. برای بافت تل من از نخ متوسط و قلاب استیلی شماره 3 استفاده میکنم و برای بافت طرحمون از نخ نسبتاً ضخیم و قلاب شماره 2 استفاده میکنم. در ابتدا روکش تل رو میبافیم. برای شروع 2 زنجیره میزنیم. روی اولین زنجیره‌ای که اینجا داریم 7 پایه کوتاه میبافیم. برای بافت رج دوم این 7 پایه کوتاه رو تکرار میکنیم. رو سر هر پایه‌ای که اینجا داریم یک دونه پایه کوتاه میبافیم. این بافت رو به شکل دور تا دور ادامه میدیم تا جایی که به سایز مورد نظری که میخوایم برسیم، به اندازه تل مورد نظرمون بشه. بافتمون رو به این شکل دور تا دور تل نگه میداریم. اگه به سایز مورد نظر رسیدیم تل رو رد میکنیم. انتهای بافتمون رو به این شکل جمع میکنیم. قلاب رو میبریم داخل یک پایه از این سمت بافتمون، یک پایه از سمت روبرو و پایه بست میزنیم. دوباره یه بار دیگه این کار رو تکرار میکنیم. یه دونه بست میزنیم اینجا و دیگه نخو قیچی میکنیم. در قسمت انتهایی تل نخ قرمز رو وصل میکنیم. یه دونه زنجیره میزنیم و یه دونه پایه کوتاه همینجا میبافیم. 5 زنجیره میزنیم چهار پایه جا میذاریم. 1 2 3 4. روی پنجمین پایه یه دونه پایه کوتاه میبافیم. دوباره 5 زنجیره میزنیم و 4 پایه جا میذاریم. 1 2 3 4. روی پنجمین پایه یه دونه پایه کوتاه میبافیم. این بافت رو تکرار میکنیم تا برسیم به این قسمت. به آخر رج که رسیدیم، بعد از اینکه یه پای کوتاه رو بافتیم نخمون رو اینجا قیچی میکنیم. برای بافت رج دوم نخ قرمز رو این قسمت وصل میکنیم. رج دوم من با قلاب شماره 2 میبافم. یه دونه پایه کوتاه میبافیم و داخل این حلقه ای که اینجا داریم ما به این شکل میبافیم. 4 پایه بلند سه زنجیره اینجا یه دونه بست میزنیم. دوباره داخل همین حلقه 4 پایه بلند میبافیم.
بافتی به این شکل میشه. میریم حلقه بعدی. 1 2 3. وسط حلقه بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافیم. میریم حلقه بعدی و بافتمون رو به همین شکل میبافیم. 4 پای بلند، 3 زنجیره، یه دونه بست اینجا میزنیم، دوباره داخل همین حلقه 4 پای بلند میبافیم. وسط حلقه بعدی یه دونه پایه کوتاه. این بافت رو دور تا دور ادامه میدیم. به آخر رچ که رسیدیم، وقتی این قسمت رو بافتیم، اینجا یه دونه پایه بست میزنیم و دیگه نخا قیچی میکنیم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدارتون.